خیلی خوشحالم به یه ولاگ دیگه. امروز ساینا جون رو داریم قرار پیتزا درست کنیم. خیلی خوب، کتابامون رو دادن. 13 تا کتابه. البته یکیش گفتن هنوز نیومده و 12 تا کتاب به ما دادن. از زبان انگلیسی شیرینمون شروع کنیم. درس ورکبوک زبان انگلیسی مونه و ماهای سالو یه جور خیلی جالبی درس میدن. فروردین، اردیبهشت، خرداد، کتاب نگارشمون، کتاب قرآن، اجتماعی، فرهنگ، هنر، عربی، ریاضی، علوم تجربی، کار و فناوری، فارسی، پیام‌های آسمان. جدا از این 13 کتاب که وزن کردم تو ترازو و فهمیدم 6 کیلو هستن، ما یه عالمه دفتره بزرگ کلفت جزوه داریم که مثلا واسه فیزیک و شیمی و اینجور داستانا، چون که اصلا علوم 4 بخش دیگه: زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی، اگه درست بگم. بچه کیفم دیشب رسید. این هستش، رنگ زرشکیه، خیلی هم جنس خوبی داره، محکمه. منم اینجا هیلیه رو بهش بست کردم که خیلی خوشگل شد. خیلی هم جادار هستش. یه جای بطری خیلی بزرگم داره، قشنگ بطریم توش جا شد. اینجا هم یه دونه بند داره، پشتش هم این شکلیه، زیپش هم این زیره که خیلی با کیفیت. هم تا اینقدر باز میشه. اینجا الان من 13 تا کتابم گذاشتم توش و هنوزم جا داره که توش کتاب بذارم. همونطور که ببینید اینجا هنوز جای خالی داره، اینجا هم هنوز جا داره. یه جامدادی توش گذاشتم با یه خوراکی. اسم پیجی هم که ازش خرید کردم این پایین واسهتون گذاشتم. کلی تنوع داره. من این توسیه رو گرفتم ولی رنگ زرشکیش، و اینا هم مدل‌های دیگه‌ش از این کیفای کوچیک تا این کیفای مسافرتی. خب بهتون خیلی پیشنهاد میکنم. زرشکیش هم خیلی خوش رنگه. تو نور آفتابم این شکلی نیست. جدا از نور آفتابم همونطور که خیلی خوش رنگ هستش.